خب با سلام خدمت همه دوستان عزیز به جلسه دوم دوره جامع آموزش تحلیل فاندامنتال خوش اومدید. خب دوستان این جلسه رو قبل از اینکه شروع بکنم یه یادآوری بکنیم که ما توی این دوره به دنبال در واقع تربیت دانشجوی اقتصاد نیستیم که هر چیزی رو در مورد اقتصاد ریز به ریز بگیم و ذهنمون رو خسته بکنیم. حالا یه دوره جدا میسازیم و اقتصاد کلان رو کامل میشینیم با هم دیگه با رفرنس های علمی در موردش صحبت میکنیم. اما تو این دوره ما دنبال اینیم که در واقع معامله‌گر ارز و تاجر ارز تربیت بکنیم، کسی که بتونه با بررسی مباحث اقتصادی و فاندامنتال در واقع برای پیشبینی تغییرات ارزش ارزهای مختلف در مقابل هم در بازار فارکس خبره بشه و بتونه با استفاده از این در واقع دانش معاملات بهتری رو داشته باشه. خب همونطوری که تو جلسه اول اگه که ندیدید برید ببینید و اگه که دیدید میدونید که ما نشستیم در مورد یک خلاصه ای از اقتصاد صحبت کردیم، همینطور یه مقدار تاریخچه نظام‌های پولی مختلف، تورم و در واقع سیاست‌های پولی رو بحث کردیم. حالا توی یه سری سلسله جلساتی یکی یکی زیرشاخه‌های مختلف اقتصاد کلان رو تا اون حدی که توی تحلیل فاندامنتال بهش نیاز داریم میشینیم و در موردش صحبت میکنیم. این جلسه در مورد تولید ناخالص داخلی و در واقع در مورد رشد اقتصادی هستش. خب اول یه کوچولو بخوام در مورد رشد اقتصادی صحبت بکنیم. خب رشد اقتصادی یکی از مهمترین پارامترهایی که نشان دهنده سلامت یک اقتصاد یا عملکرد خوب یک اقتصاده و به تبع روی ارز یک کشور فوق‌العاده تاثیر میذاره که تاثیراتش رو در جلوتر با هم دیگه خواهیم دید. ولی خب قبل از اینکه ما رشد اقتصادی رو و میزانش رو و نحوه محاسبهش رو بخوایم بخونیم، باید با یک پارامتری به اسم GDP یا تولید ناخالص داخلی آشنا بشیم. خب GDP به معنای درآمد کلی هستش که توی یک اقتصاد ایجاد میشه. اولا اینم بگم خب GDP مخفف Gross Domestic Product هستش، تولید ناخالص داخلی که حالا میگیم چرا بهش میگن داخلی و چون که حالا به محدوده جغرافیایی بسته است که الان واسهتون توضیح میدم. خب در واقع دوستان من، تولید ناخالص داخلی به معنای تمام درآمدی هستش که توی یک اقتصادی چه از طریق حالا کالاها چه از طریق خدمات به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی که اگر مثلا کشاورزی داره انجام میشه، اون محصولاتی کشاورزی که جمع‌آوری میشن ارزش اون محصولات جزء GDP هستش. اگر هم مثلا یکی داره جراحی قلب انجام میده، خب اون خدمتی که اون فرد داره ارائه میده قیمت و ارزش مالیش جزئی از GDP هستش. خب GDP یک سری ویژگی ها داره. مهمترین ویژگیش اینه که در یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف میشه. مثلا GDP برای یک کشور خاص، GDP برای یک ایالت خاص، و مهم نیست که نژاد یا ملیت افراد درون اون محدوده چی باشه. یعنی مثلا اگر که یکی از چین بیاد توی ایران سرمایه گذاری بکنه، GDP ایران در واقع رشد میکنه. و خب مقابل این مفهومی که در واقع مرز رو در نظر نمیگیره GNP هستش، Gross National Product، که در واقع تولید ناخالص ملی رو ترجمهش میشه تولید ناخالص ملی، که میشه کل درآمدی که افراد یک کشور، افراد با یک ملیت خاص در تمام جهان ایجاد کردن. یعنی اگر مثلا یک پزشک ایرانی توی آلمان داره کار میکنه، اون خدماتی که اون فرد ارائه میده، ارزش اقتصادی که ایجاد میشه جزء GDP آلمان هست اما جزء GNP ایران هستش. و خب از همین تعریف هم که انجام دادیم کاملا مشخصه که واسه اینکه وضعیت اقتصادهای مختلف رو بسنجیم، خیلی ما با GNP کاری نداریم و به GDP میپردازیم. پس در یک محدوده جغرافیایی خاص هستش GDP و پس بعد اینکه در یک بازه زمانی خاص هستش. یعنی اینکه مثلا اگر که GDP امسال مثلا یک عدد خاصی باشه، GDP سال آینده کاملا مستقل از GDP امسال. اصطلاحاً میگن GDP حافظه نداره. یعنی اگه توی دوره‌ای درآمدها بالا باشه، به این معنا نیست تو دوره بعدی هم حتما بالا خواهد بود و هر نوع تغییری میتونه داشته باشه. خب دوستان، حالا
عرض شود که ما دو مدل جی دی پی داریم. البته خب چند مدل داریم، ولی واسه نامگذاریش یه مدل جی دی پی نامینال یا اسمی داریم، یه مدل عرض شود به خدمت شما جی دی پی ریل یا حقیقی داریم که چه تفاوتی با هم دیگه دارن. تو جی دی پی در واقع نامینال شما میاید خب تمام اون ثروتی که ایجاد شده، دارایی‌های و درآمدی که ایجاد شده رو بر اساس پول رایج اون کشور یا بر اساس حالا یک ارز مثل USD اندازه گیری میکنید، کاری که تو این جدول میبینید که انجام شده. ولی خب این تحت تاثیر تورم قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا فرض بگیر که مثلا یک کشوری، حالا من چون جلسه قبل برنج رو مثال زدم، الان هم برنج رو مثال میزنم، اگر که مثلا یک کشور فرضی فقط تولیدش ناشی از درآمد ناشی از فروش برنج باشه، اگه امسال مثلا برنج گونی مثلا $10 باشه، سال بعد برنج بشه گونی $20 بدون اینکه برنج بیشتری تولید کرده باشه، جی دی پیش بالاتر میاد. خب که خب این نشون میده که در واقع خیلی مقیاس خوبی و مدل خوبی واسه محاسبه جی دی پی یا هیچ فاکتور اقتصادی دیگه ای نیست. اون نسبیت داره، نسبت به تورم تغییر میکنه و نامینال یا اسمی خیلی به کارمون نمیاد. حالا هرچند این جدول نامینال جی دی پی رو نشون داده، اما خب به قول گفتنی ما بایستی که بیایم و جی دی پی حقیقی رو در نظر بگیریم که جی دی پی حقیقی میاد در مورد یک سال پایه در واقع واسه شما محاسبه میکنه. یعنی اگه مثلا توی سال پایه، مثلا سال 2020 رو میذاره پایه قیمت هر کالا یا خدماتی رو بر اساس قیمتش تو سال 2020 در نظر میگیره. در نتیجه رشد جی دی پی شما دیگه تحت تاثیر تورم قرار نمیگیره، تحت تاثیر رشد در تولید شما یا رشد در ارائه خدمات شما قرار میگیره. خب و خب حالا اینجا هم کشورهای بزرگ از نظر جی دی پی و سکتورهای مختلف، بخش‌های مختلف جی دی پیشون نشون داده که بخش اول بخش کشاورزی هستش، بعدی صنعت و بعدی خدمات هستش که حالا کشاورزی و صنعت سر جمع تقریبا کالا رو تشکیل میدن. همونطور که میبینید تو اقتصادهای خیلی بزرگ مثل ایالات متحده، مثل آلمان، اقتصادهای صنعتی خیلی واقعیتش دیگه کشاورزی نقشی نداره توشون و حالا همینه که حالا تو آمار اشتغال ایالات متحده که بعداً بهش میرسیم، نان فارم پیرول یا آمارهای اشتغال بخش غیر کشاورزی خیلی مهم هستن و خیلی، چون که در واقع تو بخش کشاورزی تاثیر آنچنانی رو جی دی پی نداره. البته به این معنی نیست که در واقع کشاورزی ضعیفی داشته باشن، نه، ایالات متحده یکی از قوی ترین کشورهاست تو تولیدات کشاورزی، ولی به خاطر اینکه حجم کلی اقتصادش زیاده، اون در واقع میزان کشاورزی دیده نمیشه. خب کاش یه چیزی واسه خطی کردن درست میکردم، امروزه هم یه سری توضیحات رو اون میدادم. خب کاری نداریم. و میبینید که بخش خدمات خیلی رشد چشمگیری تو تمام تقریبا کشورهای مختلفی که جی دی پی بالایی دارن داشته. خیلی خوب. و یه توضیح کلی در مورد جی دی پی دادیم. الان شما دیگه با تولید ناخالص داخلی آشنایید. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که این جی دی پی هیچ وقت یه عدد دقیق نیست که شما بگید درآمدها و کلیه تولید و خدمات یک کشوری چقدر بوده. یه سری فعالیت‌های غیرقانونی هیچ وقت جزء جی دی پی حساب نمیشن. یعنی مثلا قاچاق مواد مخدر بالفرض ممکنه خیلی هم پرسود باشه واسه یک کشوری. مثلا شما اگه بری بالفرض کلمبیا رو نگاه بکنی، ممکنه یه بخش زیادی از درآمد و پولی که دارن تو اون کشور میچرخه تحت تاثیر قاچاق مواد مخدر باشه، ولی خب این تو آمارهای جی دی پیشون نمیاد، چون در واقع حساب کتاب شفافی ازش وجود نداره. این هم یه نکته‌ای که حالا اشاره بهش بد نیستش. خیلی خوب. و مفهوم بعدی که بهش میرسیم مفهوم درآمد سرانه هستش که برای محاسبه درآمد سرانه میان در واقع جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی رو تقسیم بر جمعیت میکنن و خب این یه عدد خیلی جالبی ازش میاد بیرون. الان اگه که حالا توجه میکردید، ما مثلا یه کشوری مثل چین عرض شود به خدمت شما یه جی دی پی خیلی بالا داره و تقریبا دومین در واقع کشور
از نظر بزرگ بودن جی دی پیه، ولی از اونجایی که جمعیت خیلی زیادی داره سرانه مردمش خیلی پایینتر میاد از خیلی دیگه از کشورها. و این به چه معناست؟ یعنی اگر تمام اون درآمدی که تو اون کشور، حالا چه از کالا چه از خدمات به دست اومده رو تقسیم بکنیم بر جمعیت، عددی که به دست میاد به عنوان حالا میانگین درآمد سرانه سالانه مردم واسه کشوری مثل چین، مثل هندوستان پایین میاد. پس اینجا میبینیم که مردمشون تا حدودی میشه گفت که در فقر هستن، با اینکه جی دی پی بالایی دارن، چون که در واقع اون در واقع ثروت رو یک جمعیت 1 میلیارد تولید کرده. و وقتی که به جدول درآمد سرانه نگاه بکنیم خیلی جالبه، کشورهایی رو میبینیم تو صدر جدول که اصلا از نظر جی دی پی خیلی شاید خیلی هاشون حرفی برای گفتن نداشته باشن، مثل لوکزامبورگ، سوئیس، ایرلند، سنگاپور، نروژ. ولی خب اینها همون کشورهایی هستن که سطح رفاه خیلی بالایی دارن، چون در واقع درآمدشون نسبت به جمعیتشون خیلی زیاده و مردمشون توی رفاه خیلی خوبی زندگی میکنن. و حالا تو این جدول ایالات متحده هم هفتم یا هشتم هست، این هم که دیده نمیشه این پایین. قطره، منابعی هم که ازش استفاده شده تو هر عکسی جداگانه ذکر شده، میتونید مراجعه بکنید و آمارهای کلی رو ببینید. پس این هم در مورد درآمد سرانه. خب این خیلی گاید به ما میده، خیلی ما رو راهنمایی میکنه در تحلیل مباحث مربوط با ارز کشورهای مختلف. و حالا یه مفهوم دیگه وجود داره دوستان، حالا من خیلی بهش نپرداختم، مفهوم در واقع ثروت هستش که اینطوری نیستش که هر کشوری که درآمد سرانه بیشتری داشته باشه کشور ثروتمندتری باشه. نه، ثروت در واقع اون میزانی از درآمدی که میان پس انداز میکنن یا به نوعی سرمایه گذاری های بلند مدت میکنن. خب و خیلی از کشورهایی که اینجا ما میبینیم درآمد سرانه بالایی دارن، مردمشون تو رفاهن اما پول رو خرج میکنن. مثلا اون پولی که یک نفر میره باش مسافرت هوایی میره باش مثلا گلف بازی میکنه، این ایجاد ثروت واسه اون فرد نیست. اون پولی که پس اندازش میکنه واسهش ایجاد ثروت میکنه. و وقتی شما به لیست کشورهای ثروتمند نگاه بکنید میبینید که مثلا ژاپن که توی این لیست نیست جزء کشورهای ثروتمنده. چرا؟ چون مردمش فرهنگشون فرهنگ در واقع پس انداز محور هستش و کلا خرج نمیکنن. هر چقدر درآمدشون زیادتر میشه پس انداز میکنن و این تو تحلیل مثلا بنیادی ین خیلی مهم میشه واسمون. یه وقتایی میبینیم که دولت ژاپن میاد و در واقع درآمدها رو افزایش میده به امید اینکه اقتصاد رو بتونه بچرخونه، تورم ایجاد بکنه که از اون طریق از رکود خارج بشه. اما مردم ژاپن این پولا رو میگیرن و به جای اینکه خرج میکنن پس اندازشون. و حالا تو چین هم خیلی این فرهنگ پس اندازه قویه و الان یکی از چالش‌های پیش روی چین همین هستش که بیاد و مصرف داخلی رو زیاد کنه. این مثالا رو میزنم دوستان چون میخوام یه شکل پازل مانند تو ذهنتون جمع بشه. یعنی اینجا قرار نیست مثلا یه سری کلاس‌های درس شما یه سری چیزا رو حفظ بکنید بعد به هیچ دردی هم نخوره مثلا ندونی چی گفته شد، من چی یاد گرفتم. نه، این کاملا قطعات مختلف یک پازله که کنار هم دیگه قرار میگیرن و اون وقتی که شما به ارزها و ارزش ارزهاتون و تغییرات ارزها در مقابل هم نگاه میکنید خیلی در واقع دیده بهتری دارید. خب دوستان، حالا این صحبت ها رو کردیم که برسیم به مفهوم رشد اقتصادی که اول صحبت هم داشتیم. رشد اقتصادی اگه که خیلی ساده بخوایم در نظرش بگیریم در واقع رشد جی دی پی هستش که نشانگر اینه که یه اقتصاد داره بزرگتر میشه یا ثابته یا داره کوچکتر میشه و به درصد هم بیانش میکنن. و خب همونطوری که گفتیم یکی از مهمترین فاکتورهای در واقع اقتصادی کشورهای مختلف همین فاکتور رشد اقتصادی است. بر حسب جی دی پی به درصد بیانش میکنن که مثلا در مورد آمریکا بانک فدرال رزرو آتلانتا یه شاخص جی دی پی ناو داره که منتشر میکنه که مثلا سه ماه هم میده. الان برای 3 ماه دوم فعلا فورکستشون اینه که زیر 1% بیاد تا ببینیم که به چه شکل در میاد. و خب این خیلی روی دید کلی اقتصادی توی ایالات متحده تاثیر داره و وقتی که این جی دی پی میاد پایین اتفاقی که میفته اینه که کشور میره سمت
احتمال رکود، در نتیجه ارزش ارز به چند طریق کم میشه. اول از هر چیزی که خب خود احتمال رکود یعنی سرمایه گذاری کمتر، یعنی اعتماد کمتر به ارز اون کشور، پس ارزش ارز اون کشور کم میشه. بحث بعد اینی که تو سیاست‌های پولی، همونطوری که تو جلسه اول یه مقدمه گفتیم، اون الاکلنگی که داشتیم وقتی که بره سر بخوره سمت رکود، بانک مرکزی میاد تورم ایجاد میکنه، پول پخش میکنه، وام میده که اقتصاد بچرخه، که رکود ایجاد نشه، که همه اینها باعث میشه عرضه پول زیاد بشه و ارزش پول کم بشه. این هم یه مثال دیگه از این حالت پازل بودن قضیه و اینکه اینا در واقع وابستگی کامل این مباحث به همدیگه دارن و فوق العاده کاربردی هستن و صرفا یک سری مباحث تئوری نیستن که در عمل خیلی نقش نداشته باشن. خیلی خوب، برگردیم به صحبت خودمون. خصوصا این در واقع جدول کشورهاست بر اساس رشد اقتصادی به درصد، که همونطوری که می‌بینید کشورهایی که رشد اقتصادی به درصد خیلی بالایی دارن، اکثریت قریب به اتفاقشون کشورهای به قول گفتن در حال توسعه و کشورهای ضعیفی هستن. اصلا خود واژه در حال توسعه هم از همینجا میاد. این کشورها با یه عدد رشد اقتصادی خیلی خوبی در واقع دارن رشد میکنن. حالا البته این خب مال سال 2018 هستش، ولی خب موضوعی که وجود داره اینه که این به این معنا نیست که این کشورهای خوشبختی هستند. اینا در واقع شروع یه مسیره و رشد دادن اقتصاد از اولش پتانسیل رشد خیلی بالایی وجود داره و میتونی خیلی خوب کشور تو رشد بدی. ولی خب بعد از چند سال که رشد اقتصادی های بالایی رو شما تجربه میکنی، از اونجایی که ساختار شما آماده نیست و زیر ساختار اقتصادیتون آماده اون رشد نبودن، یه دوره‌ای از رکود رو قطعا تجربه خواهی کرد و با مشکلاتی روبرو خواهی شد. حالا خیلی نمیخوام طولانش بکنم، ولی کشور خودمون هم تو دهه 50 یه چند سالی یه رشد اقتصادی خیلی بالایی رو تجربه کرد و بعدش وارد رکود شدش، به خاطر اینکه زیر ساخت‌ها اونقدر پیشرفت نکرده بودن و رشد اقتصادی ما حاصل از فروش نفت به قیمت‌های بالا بود. وقتی یه کوچولو ترمز قیمت نفت کشیده شد، ما تقریبا ورشکست شدیم. و خب تو لیست این کشورها با رشد اقتصادی بالا قبلا چین هم با رشدهای تقریبا 2 رقمی دیده میشد تا چند سال. حالا الان باز اگه اشتباه نکنم فکر می‌کنم رشد چین هم 5-6% باشه، حالا چک نکردم اخیراً و خاطرم نیست. ولی خب حتی چین هم با تمام این رشد سریعش نتونست اون رشد سریع رو حفظ بکنه و همونطوری که انتظار میرفت یا بعضیا می اومدن به ساده ترین شکل ممکن، ساده لوحانه ترین شکل ممکن ضرب میکردن در واقع درصد رشد جی دی پی چین رو توی سالهای مثلا 2011 تا 2016 2017 و میگفتن که مثلا تا 2020 2021 چین با آمریکا میرسه. ولی خب میدونیم که هنوزم جی دی پی آمریکا بیشتر، که یکی از دلایلش همونه که حفظ این آهنگ رشد بالا کار ساده ای نیستش. خب این هم در مورد لیست کشورهای با درصد بالای رشد اقتصادی. خب یه سری سیکلای تجاری یا سیکلای اقتصادی داریم، دوره‌های اقتصادی داریم، دوره‌های رونق، رکود، که فکر می‌کنم تا حدود خیلی زیادی متوجه شدیم. اینا خیلی وقتا اصلا ذاتاً پشت سر هم دیگه میان. خیلی وقتا رونق بعد چند سال رکود ایجاد میکنه، خیلی وقتا رکود یه پتانسیلی رو ایجاد میکنه که رونق راحت‌تر اتفاق بیفته توی بلند مدت و اینا تقریبا پشت سر هم هستن. و خب این توی تحلیل ارزها خیلی کمک میکنه که بدونیم که اقتصاد داره به کدوم سمت میره. حتی خطر ایجاد رکود میتونه یک ارزی رو به ورطه نابودی بکشونه و همینه که وقتی که مثلا فدرال رزرو آتلانتا یکم جی دی پی رو فورکاستش رو از جی دی پی کم میکنه، اوضاع دلار وحشتناک میشه. و خب رونق هم که طبیعتاً باعث میشه که بانک مرکزی نیازی به حالا سیاست‌های انبساطی نداشته باشه، بتونه یه مقداری سیاست‌هاشو در جهت کنترل تورم ببره و از طرفی خب سرمایه‌گذاری زیاد میشه و کلی اتفاق دیگه که میتونه باعث تقویت ارز بشه. و خب حالا اینم یک جدولی هست، باز این از فدرال رزرو بانک آف آتلانتا هستش که توی تقریبا از 1960 هست تا 2014 2015 رشد اقتصادی آمریکا رو به درصد نشون میده و اون دوره هایی که میبینید تقریبا هاشور زده دوره هایی هست که ایالات متحده وارد رکود شده. کلا هم دوستان اگه بخوایم یه رشد در واقع منطقی رو در نظر بگیریم، رشد بین 1 تا 5% یه رشد منطقیه، رشد بالای 5% یه رشد سریعه که حفظش سخته. تو
تو مثال ایران که گفتم ما یه زمانی تو دهه 50 رشد 15% هم داشتیم، اما خودش باعث شد بعداً دچار رکود تورمی بشیم و رشد 0 تا 1% هم که خطر رکود رو به دنبال داره و زیر 1%، زیر 0 هم بیاد که دیگه شما رسما وارد بحران رکود شده. خیلی خب، این هم از این مبحث. چیز زیادی نمیمونه دوستان. حالا جی دی پی، خب نحوه محاسبهش جی دی پی از 4 تا بخش مختلف ایجاد میشه که حالا خیلی نیازی بهش نداریم، فقط اسم میبرم، خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشیم که این بخش ها یکیش مصرف هستش، یکیش سرمایه گذاری هستش، یکیش مخارج دولت هستش، یکیش خالص صادرات هست، یعنی صادرات منهای واردات که میشه خالص صادرات ما. و خب هر کدوم از این بخش ها رشد بکنن میتونه جی دی پی رو رشد بده و رشد اقتصادی ایجاد بکنه. برای مثال توی اواسط ماه مارس اگه اشتباه نکنم یا آخرای فوریه بود که دولت آلمان و کلا اتحادیه اروپا، حالا تحت تاثیر جنگ اوکراین و یه سری مباحث دیگه که بود، یه سری بودجه های عمرانی و بودجه های چند صد میلیارد یورویی تصویب کرد که این خودش باعث شد که رشد خیلی خوبی تو یورو دلار ایجاد بشه که حالا به عنوان حسن ختام گفتم یک مثال عملی از این که در واقع شناخت این مباحث و مفاهیم میتونه باعث بشه که شما جفت ارزها رو راحت تر پیش بینی کنید بگیم واسهتون. و خب دیگه چیزی نمیمونه. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و خب اینم که بهش پاسخ دادیم تا حدودی که رشد اقتصادی عملا اینطوری نیست که هر چقدر بالاتر باشه بهتره و به قول گفتنی میتونه خطرات و مشکلات رو به دنبال داشته باشه. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. سلامت و پرسود باشید. خدا نگهدارتون.